الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه من يريد الله به خيرا يصب منه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادران و پدران عزیز را به این روز سید تبریک و تهنیت میگویم و یک جای با شما دعا میکنیم که خدای مهربان ما بندگانت را هرگاه یک آزمایش میکنی، هرگاهی که یک امتحان بالای ما میآری، خدایا در این آزمایش ها ما را صابر گردان، ما را صبر کننده گردان و آن اجرهایی که در این آزمایش ها و در این امتحان هاست خدایا در نامه اعمال ما کتابت بفرما. شاعر میگوید هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول بلوح سینه صاحب دلان رسد. خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان، مرادها و مطلوبهامان خدای مهربان حاصل بگردان و برکات ابراهیم خلیل را در عمر ما، در خاندان ما، در شهر ما خدایا برسانی. اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آیتی که در خطبه برای شما خواندم، این آیت از سوره مبارکه بقره هست. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. پروردگار ندا میکند به سوی تمام مؤمنهای خود، به سوی موحدان خود که ای کسانی که موحد هستید، ای کسانی که ایمان بر خدا دارید، هرگاهی که بالای شما یک آزمایش، یک امتحان برپا می شود، شما به سوی پروردگارتان صبر کننده باشید و از پروردگارتان یاردم خواهید، فقط به نماز و فقط به صبر. خداوند همراه صابران هست. و حدیثی که در این خطبه خواندم، این حدیث امام بخاری هست: من یرید الله به خیرا یصب منه. پیغمبر خدا گفت هرگاهی که خداوند از بنده خود خیر خواهد، نیکی خواهد، او را البته آزمایش میکند، او را البته در یک بلای مبتلا میگرداند. نظر میکند بنده او در این آزمایش، در این امتحان چگونه رفتار میکند. در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان بر وی کند. در محبت اگر شما محب الله باشین، اگر شما محب حبیب خدا باشین، اگر شما محب اسلام و محب قرآن باشید،
شاعر میگوید یقین دانین که صدها هزار بلاها، صدها هزار امتحانها را خداوند بالای شما برپا میکند. در محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. هر کس اگر صادق باشد، مسلمانیش مسلمانی راستا باشد، او در این بلاها و در این آزمایش‌های پروردگارش صبر کننده است، اینها را تحمل میکند. لیکن اگر کاذب باشد، اسلامش اگر فقط به وضعیت نگاه کردن باشد، اینا از بلای پروردگار میگریزند، اینا از بلای پروردگار، از امتحان پروردگار نمیگذرند. این گونه امتحان را خداوند بالای حضرت ابراهیم برپا کرد. این اولین امتحان نبود. امتحان اول انداختن او در آتش بود که نمرود برای حضرت ابراهیم در آتش سوزانیدن، که این قصه قرآنی است، مبتلا کرد. بعد از این آتش سلامت برآمدن حضرت ابراهیم، باز دویم آزمایش او، این باز مشکلتر، باز صعبتر، این قربانی حضرت اسماعیل بود. میخواهم در اطراف این موضوع با شما صحبت کنم، زیرا که ما برای شما وعده هم داده بودیم و در پیش الحمدلله که روز دهم، روز سه‌شنبه، عید قربان است. با چی سبب این عید نام قربانی را گرفت؟ حکمت ان شاء الله از این موضوع ما و شما خبردار میشویم. ابراهیم علیه السلام که در زبان ما و شما هم به نام ابراهیم خلیل مشهور است، که از خلیل بودن این هیچ شک و شبهه نیست، زیرا که نص قرآنی وجود دارد. خداوند در سوره نساء آیه 126 او برای ما و شما گوشزد میکند: واتبع ملت ابراهیم حنیفا واتخذ الله خلیلا. ابراهیم خلیلا. شما همه‌تان پیروی آیین ابراهیم باشید، زیرا ابراهیم حنیف بود. حنیف مفسران میگویند خالی از تمام دینهای باطله بود، وی موحد بود، وی خدا پرست بود. و خداوند گفت پروردگار شما ابراهیم برای خودش خلیل گردانید. خلیل این کلمه عربی است، معناش دوست است. خداوند خلیل دوستی خودش انتخاب کرد، زیرا وی ارزنده بود. اگر ما و شما یک دوست داشته باشیم، تصور که وی نزدیکترین شخص شماست و تمام آن چیزی که دارید برای وی میدهید. یک گروه از یهودی ها و نصرانی ها نزد حبیب خدا آمدن، محمد صلی الله علیه و سلم، مجادله کردند، مخاصمه کردند، با یکدیگر میگفتند. چی میگفتند؟ میگفتند ابراهیم یهودی هست. یهودیش همین قومی که امروز مسلمان ها را خیلی آزار میدهد، همین قوم یهودی هاست. بعضی ها گفتن، اونا یهودی ها گفتن ابراهیم یهودی است. نصرانی ها باشد پیروی دین نصرانی، دین حضرت عیسی،
اینها باشد میگفتن نه، ابراهیم نصرانی بود. این زمان بود که به حبیب خدا آیت فرامد، یا اهل الكتاب، سوره آل عمران، لما تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. خداوند گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم به این قوم یهودی ها و نصرانی ها بگو برای چی شما مجادله و مخاصمه و جنجال میکنید که این یهودی بود ابراهیم یا نصرانی بود؟ و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدی، آیا با اونها خبر بده که آخی آیین دین یهود و نصرانی بعد ابراهیم پیدا شد؟ یهودی ها پیروی تورات حضرت موسی بودند. حضرت موسی از بعد ابراهیم به 1000 سال برآمد. 1000 سال بعد حضرت ابراهیم تورات به حضرت موسی نازل شد. انجیل حضرت عیسی به 2000 سال بعد حضرت ابراهیم نازل شد. خداوند میگه جنجال شما بهر چیست وقتی که آیین دین شما بعد ابراهیم باشد؟ افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنید؟ در دوام چی گفت خداوند؟ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. و همه اینها خبر بده که ابراهیم یهودی نبود. خدا میگوید ابراهیم نصرانی هم نبود، بلکه وی حنیف بود، وی بیگانه بود از اینها خالی بود، وی مشرک نبود. خداوند یک جواب برای تمام یهودی ها و نصرانی ها در قرآن برای جهانیان خبر داد که ابراهیم کی بوده است. این اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. خداوند باز در همین سوره آل عمران چی میگوید؟ نزدیکترین شخص به حضرت ابراهیم کیست؟ همان کسانی هستند که پیروی دین حضرت ابراهیم هستند. مثل حضرت ابراهیم موحد هستند، خداپرست هستند. اینها نزدیکترین حضرت ابراهیم هستند. در دوامش پروردگار چی گفت؟ و هذا النبی، محمد صلی الله علیه و سلم به این یهودی ها و نصرانی ها بگو که از همه نزدیکترین به حضرت ابراهیم محمد صلی الله علیه و سلم است. و هذا النبی والذین آمنوا، و آن کسانی که ایمانی بر محمد دارند اینها به ابراهیم نزدیک هستند. در اصل تاریخ ها میگوید پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم از اولاد حضرت ابراهیم است. چگونه ای که خداوند در قرآن برای ما و شما ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین گفت، ما برگزیدیم حضرت آدم را، حضرت نوح را، آل ابراهیم را، آل عمران را بر عالمیان. یعنی برای چی آدم خداوند اینجا ذکر کرد؟ زیرا آدم پدری همه بشریت است. و حضرت نوح را برای چی ذکر کرد؟ زیرا وی اولین پیغمبر است و آدم دوم است. در دوره حضرت نوح دنیا زیر آب ماند، باز از دوره حضرت نوح دنیا آباد شد. و آل ابراهیم چرا خداوند ذکر کرد؟ زیرا اکثریت پیغمبرها از اولاد حضرت ابراهیم است. و آل عمران چرا ذکر کرد؟ عمران این پدر مریم بود و مریم مادر حضرت عیسی بود. و حبیب خدا صلی الله علیه و سلم این از شاخه های حضرت اسماعیل است. این لکل نبی ولایت، پیغمبر در حدیثاش میگه من النبیین و این ولی منهم ابی و خلیل رب عز و جل ابراهیم علیه السلام. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن هر یک پیغمبر به خودش یک دوست داشته
یک دوستداری از بین پیغمبرها دارد، لیکن از همه در دوست داشته ترین پیغمبرها به سوی من، پیغمبر ما گفت این پدر من ابراهیم و دوست پروردگار عزوجل ابراهیم می باشد. حدیث ها هم الکی دلالت می کند که رسول اکرم حضرت ابراهیم پدر خود خواندند و خلیل پروردگار خواندند. حتی اگر در حدیث ها ما و شما هم نگاه کنیم، در حدیث های صحیح که متفق علیه است میگذرد که ابن عباس میگوید تحلیل قول تعالی را در سوره بقره میکند و اذ ابتلى ابراهیم بکلمات فاتمهن. همین کلمات حضرت ابن عباس گفتند 10 سنت از حضرت ابراهیم که در شریعت نبوی، در شریعت محمد صلی الله علیه و سلم میراث از حضرت ابراهیم است که رسول اکرم گفتند 5 او در سر است، 5 او در سر است و 5 او در بدن است. آن 5 که در سر است السواک و المزمزه و الاستنشاق و قص الشعر و الحلق. مزمزه است، دندانها را شستن است. مسواک، سواک کردن است، دندانها را تازه کردن، شستن. این سنت های حضرت ابراهیم است که در شریعت ما هم سنت شد. السواک مطهرة للفم مرضات للرب مجلات للبصر. پیغمبر گفتند کسی دندانهاش پاکیزه میکند، کسی دندانهاش میشوید، این معنای او را دارد که دهان وی بیبوی میشود، دهان او خوشبوی میشود، پروردگار او از او راضی میشود و بینایی او، نور چشمهای این انسان زیاد میشود. السواک پیغمبر گفتند شفاء من کل داء الا الصام، الصام الموت. پیغمبر گفتند مسواک کردن دندان این شفا هست در همه دردها مگر پیش راه مرگ گرفتن میتواند. دیگر همه دردهای شما در مسواک کردن فایده دارد. امروز اگر چنده که اون مسواک ها در دست ما و شما هم نمی افتد، یا با او اگر ما و شما استفاده هم که بردن نتوانیم، خود همین داروهایی که امروز، همین خمیره ها، همون زبنای پسته هایی که ما و شما میگوییم در دست ما است، در ترکیب اما هر گونه الیمنت های خوب وجود دارد. ما می توانیم که سحر و بیگاه از او استفاده بریم تا که به این ثواب ها ما و شما نائل شویم. دیگر مزمزه گفت، استنشاق گفت، یعنی دهان آب گرفتن، دهان آب ما و شما غرغره میکنیم در دهانمان. اینم سنت است که سنت های حضرت ابراهیم هم. یا در بینیمان آب میگیریم میافشانیم، اینم سنت است. و قص و شعر، بروتها را پس کردن، اینم سنت است. و الحلق، تراشیدن موی سر هم سنت است. این معنی را ندارد که موی سر ماندن گناه باشد، نه. زیرا پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. کدام جوانی که موی سر دارد، حبیب خدا میگوید موی سر تا نتراش، بلکه پاکیزه نگهش بدار، تازه نگهش بدار، این جایز است. آن 5 که در بدن است، این 5 در سر بود. در بعض روایت ها ریش هم آمده است که ریشت، امروز اکثر ما و شما در ریش ماندن بی پروا هستیم. حتی موی سفید همان 50 ساله و 60 ساله نمیدانم منتظری چی باشد. جوان که یک عذر دارد، جوانیش است. در نگذاشتن ریش شما ترک سنت می شود، در نزد پروردگار گناهکار می شوید. آن 5 که در بدن است، نطف الابط و تقلیم الاظفار و حلق العانه و الختان و الاستنجا، زیر کشها را تازه کردن، ناخونها را گرفتن، زیر ناف را تازه کردن، ختنه کردن فرزندهامان و استنجا کردن. این 5 سنتی هست که در بدن ما و شما سنت های حضرت ابراهیم است. اینها دلالت میکند که به ابراهیم محمد صلی الله علیه و سلم نزدیک بوده است، زیرا وی پدر خود خواند. در حدیث ها میگوید انا
ابن ذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم. یکی فرزند حضرت اسماعیل، انشاءالله قصهش به شما میرسانم، و دوم قصه حضرت عبدالله پدر حضرت رسول اکرم که زمانهای جاهلیت برای ما و شما آگاه باشد که عبدالله این پدر محمد صلی الله علیه و سلم است و آمینه مادرشان بودند. باباشان عبدالمطلب بود، یعنی پدر عبدالله. اون زمانهایی که عبدالمطلب حیات داشت، اون وقتا میگد فرزند از ذبح کردن درست بود. این نعمت اسلام است که در جای فرزند امروز ما و شما حیوان را ذبح میکنیم. اون زمانها هر کس نظر میکرد که اگر فلان کاری من انجام یابد، یک فرزند من برای همون بود شدن کارم، انجام دادن همون مقصدم ذبح میکنم. این گونه وحشیگری ها وجود داشت. عبدالمطلب نظر کرد که اگر من 10 فرزند 10 بچه را صاحب شوم، یکی اینها را ذبح میکنم. وقتی که 10 فرزند شد، عبدالمطلب اول یک مهر محبت در دلش غلبه کرد. گفت کسی از نظر من درک ندارد در این مکه مکرمه. بیا گفت اینا پوشیده میدارم. لیکن بسیار با وجدان که بود، معرخا میگویند و ذبح کردن فرزند که بسیار شهرت آدم بلند که میکرد، گفت نه، گفت این نظر را من نمیپوشم. آمد و آوازه کرد، گفت من نظر کرده بودم که صاحب 10 بچه شوم، یکی او را ذبح میکنم. تمام مکه منتظر کدام روز عبدالمطلب از فرزندای خود یکی را ذبح میکند. آمد نزد فرزنداش 10 بچه را جمع کرد. گفت فرزندای عزیز، از آن جمله عبدالله هم در همونجا بود، پدر رسول اکرم. گفت من نظر کردم که اگر من صاحب 10 فرزند شوم، یکی شما را قربانی میکنم. شما چی میگویید؟ عبدالمطلب میگوید من خواستم که نظر کنم کنه کدام اینها عکس العمل نشان میدهد، لیکن اینها همه تیار بودند. حتی که خودشان را پیشنهاد میکردند که پدر ما را قربانی کن. اگرچند که در قربانی کردن اونها ثواب نمیگرفتند، با سبب این عمل وحشیانه اونها راست دوزخ میرفتند، لیکن در همین دین باطلشان باز قائم بودند، مستحکم بودند. آمد نزد سردار مکه، قصه را کوتاه میکنیم که میگد اون زمانها عبدالله پدر پیغمبر 24 ساله بود. آمد نزد همون سردار مکه، گفت این گونه نظر دارم و ای گفت فلان روز نامه های فرزندها تا می نویسی و یا در یک ظرف می پرتاید و از همون داخل دستش می دازد، می گیرد نام کدامش که برآمد و یا ذبح می کند. چگونه ای که امروز بعض جوانهای ما و شما لتا بازی می کنند، قمار بازی می کنند. این 10 نام نویسانده شد و در ظرف انداخته شد. این سردار مکه میگد وقتی دستش انداخت و برآورد، نام عبدالله برآمد، پدر پیغمبر خدا. وقتی دید نام عبدالله را، عبدالله که میگد بسیار جوان خوش اخلاق بود، بسیار زیبا که بود، تمام مکه مکرمه که او را احترام میکرد، دوست میداشت، وقتی نام عبدالله را که شنیدن همه فیغان کردند. لیکن عبدالمطلب دیگر راه نداشت، دیگر راه نبود و با همون خون سرد خود تیار بود که این عمل را انجام دهد. مردم مکه پیشنهاد کردند عبدالمطلب ایست، در مدینه یک فالبینی هست، پیش وی می رویم، شاید که یگان راه داشته باشد، همین عبدالله را قربانی نکن. آمدن میگد نزد همون فالبین، از فالبین پرسان کردند این گونه حالت است، این یکی از فرزندای محبوب ترین عبدالمطلب است، چیکار کنیم؟ راه دارد یا ندارد؟ این فالبین گفتند ما را 3 روز مهلت ده. بعد 3 روز آمد، گفت در نزد شما، گفت وقتی اگر یک شخص جنایت کند
چند اشتر گفت جنایت خونبها میتین؟ گفت 10 اشتر. گفت 10 اشتر. گفت در یک طرف بگذار، 10 اشتر را نامش بنویس و نام عبدالله را بنویس در همون ظرف پرتا. این زمان گفت بردارین، اگر نام اشتر برآمد اشتر را ذبح کنین. گفت می شود، همین 10 اشتر را ذبح کنین. همین حالت گفت اگر نبرآمد تا 100 اشتر را گفت همین بازی را دوام دهید. بعد 100 اشتر هم که اگر نام عبدالله برآمد این حالت عبدالله را قربانی کنید. میگوید همین 10 باره که در ظرف میپرتیم فقط نام عبدالله میبراید. 10 بار وقتی برداشتن که نام اشتر برآمد، دیگر همه مکه را میگه خرسندی فرا گرفت و مردم اون روز میگه چی یک توی کلانی داشتن و همه مردم میگه از خون، میگه از گوشت همه سیر شدن که 100 اشتر میگه عبدالمطلب برای نجات یافتن عبدالله قربانی کردن. انا رسول اکرم میگوید من فرزند 2 ذبیح هستم، 2 نفری که باید قربانی میشدن، من فرزند این 2 نفر هستم، یکی اسماعیل یکی عبدالله. حضرت ابراهیم همگی 175 سال حیات دیدگی هستند. فرق، امام سیوطی در کتابش میگه که فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت آدم 2000 سال است و فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت نوح 30 سال مبارک به 86 رسید. میخواهم این قصه را از سوره صافات برای شما تلاوت کنم و بعدا به این قصه ما و شما میگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إني ذاهب إلى ربي سيهدين. حضرت ابراهیم وقتی که از قوم نمرودی ها ناامید شد، دیگر تمام امیدش از این قوم نمرودی ها که قوم حضرت ابراهیم بود از اونها که کنده شد، بعد پرتافتنی در آتشی که نمرود پرتافته بود، بعد او وقتی که ابراهیم صحت و سلامت از این آتش برآمد، این معامله نمرودی ها که خیلی حضرت ابراهیم غمگین که ساخت، دید که مردم هیچ کدامش در دین ابراهیم داخل نمی شود، چی گفت؟ اینی ذاهب الی ربی سیهدین. گفت ای قوم، گفت اکنون من گو از بین شما می روم، به سوی شام می روم. دیگر شما که یک قوم سرکش هستید، قومی هستید که در دین من، در عقیده من که پیروی نکردید، امروز ساعتی هست که من شما را ترک می سازم. حضرت برآمدند. این قصه خیلی قصه طولانی هست. وقتی میگوید از اینجا برآمدن، رب هب لی من الصالحین، به نیت شام، دولت شام، سوریه حرکت کردند. در راه بعض واقعه ها رخ داد. در مصر
از اونجا سردار مصر یک خدمتگار خود به نام هاجر داشت، به حضرت سارا که زن حضرت ابراهیم بود تسلیم کرد، هدیه داد. وقتی اینها از مصر آمدن حضرت سارا این هاجر را که خیلی زنی جوان و زنی خوب بود به حضرت ابراهیم تسلیمش کرد. وقتی هاجر در نکاح حضرت ابراهیم که در آمد، حضرت ابراهیم چی گفت؟ رب هب لی من الصالحین، پروردگارا گفت از این زنی که امروز نصیب من شده است برای من یک فرزندی حلیم، یک فرزندی اطاعت کننده برای من خدایا نصیب بگردان. خداوند چی گفت؟ فبشرناه بغلام حلیم. این دعای ابراهیم مثل تیری در نشان در نزد پروردگار مستجاب شد. دعا را پروردگار قبول کرد و برای ابراهیم فرزند داد به نام اسماعیل. من قصه را خیلی مختصر برای شما حکایه میکنم. با تقدیر الهی این هاجر و این اسماعیل که این پیش از بنیاد خانه کعبه بود، تا حال خانه کعبه ساختگی نبود، آمد میگوید در مکه مکرمه، در این جایی که خانه کعبه بنیاد شده است، اینجا هاجر و اسماعیل باقی ماند در یک بیابانی که نه آب بود و نه خوراکه بود و نه زیست زندگی بود. بار میگه حضرت ابراهیم برای خبر گرفتن هاجر زن خود و فرزندش اسماعیل به مکه مکرمه آمد. شب خواب کرد. در خوابش پروردگار امرش کرد ابراهیم از جایت خیز و این یگانه فرزندی که در پهلوی تو خواب است اسماعیل، این قربان کن در راه ما. حضرت میگوید از جای خود خیز. خیلی یک آدمی دهشت زده بیدار شد. مورخا هر خیل روایت ها میکنن که خیست یک چند اشتر قربانی کرد. گفت شاید این خواب من خواب رحمانی نباشد. باز شب خواب کرد. شب دوم باز امر شد ابراهیم از جایت خیز و اسماعیل را در راه خدا قربانی کن. روز دوم میگوید یک چند اشترهای فربه دیگر را باز قربانی کرد. شب سوم وقتی امر شد ما به شما امر میکنیم اسماعیل در راه خدا قربانی کن. حضرت ابراهیم دانست که این خواب رحمانی است. از جای خود خیست و به سوی هاجر گفت، به سوی اهل خود هاجر بفرمود سر و گیسوی اسماعیل بشو زود. بزن شانه دو زلف عنبرینش بشو نیکو دروی نازنینش. شدی فارغ ز جعدی باف و گیسو بپوشانش لباسی رنگ و نیکو. به نزد دوست خواهم برد او را. حضرت گفتند بده غسل کند تازه وضو را، به نزد دوست خواهم برد او را. هاجر این امر کرد. هاجر گفت الحال گفت این فرزند من اسماعیل قطعی من یک جا مهمانی می روم، یک جا دعوت من کردن باید که مهمانی رویم.
از این خاطر گفت گیسوهای ایشان بشو، آبازی در آن، طهارت کند، شانه کن، لباسهای بهترینی او را بپوشان. هاجر میگوید از پی این کارها شد و میگوید به سوی هاجر گفت یک بند و یک کار دیگر هم در همون سمکه من جایگیر کن. حضرت هاجر گفت هرگاه گفت تو کجای مهمانی میرفتی کار نداشتی، بند نداشتی، امروز بهر چیست؟ هاجر گفت شاید که گفت قربانی کنیم، اگر قربانی بند نباشد، کار نباشد، کار برای من مشکل می شود. مورخان میگن هاجر درک یافت، در حال میگوید اسماعیل فریاد زد، آن امرهایی که از جانب پدر شده بود آنها را انجام داد، شست تازه کرد. میگن تخمین 9 ساله بود، بعضی مورخان 13 هم میگویند. وقتی میگوید مادرش اسماعیل شست، غسل داد، طهارت کرد، او را میگه در کنار خودش کشید و هم بوسه کرد، از گیسوهاش بوی کشید. گفت اسماعیل گفت من نمیدانم که تو بر کدام مهمانخانه میروی، لیکن این قدر میفهمم که از بدن تو، از گیسوهای تو بوی فراق میآید، بوی جدایی میآید. خلاص میگوید حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت، به سوی مینا حرکت کردند، جایی که حاجی‌ها قربانی میکنند. این حالت میگوید شیطان بیقرار شد. زمانی هست گفت باید که در خانه ابراهیم پریشانی را پیدا کنند، باید در خانه ابراهیم دوددیلگی را پیدا کنند. گفت از هاجر سر بکنم، زیرا که زن خیلی ضعیف ایمان می شود و مادر همه وقت مایل به سوی فرزند دارد. برای وسواس کردن هاجر برای من خیلی آسان است. و این ندانست که هاجر هم آدمی مسلمان بودند، اونا هم خدا ترس بودند. آمد نزد هاجر، گو هاجر خودش را میگه شیطان با یک پیرزن تبدیل داد. شیطان در حدیث های پیغمبر میگذرد و هر صورت خودش تبدیل داده میتواند، موی سفید میکند، جوان میکند، کمپیر میسازد، مگر حبیبی خدا گفتند در صورت من خودش را در آورده نمیتواند. آمد گفت هاجر میدانی که این نونهال باغ تر کجا برد ابراهیم؟ گفت میدانم. گفت خانه دوستش برد. کجای؟ گفت دعوت داشتن. گفت نه. گفت او را گفت قربانگاه برد، او را قربانی میکند. وی را مهمانی نبرد، او را برای سر بریدن برد. هاجر گفتن نگفتن ابراهیم به اسماعیل طاقت ندارد. گفت ابراهیم اسماعیل دوست می‌دارد، چگونه پدر فرزند خودش را قتل میکند؟ گویا هاجر گفت خداوند به ابراهیم در خوابش امر کرد که این اسماعیل قربانی کن. حضرت هاجر چی گفتند؟ وقتی میگد نام خدا را شنید که خداوند امر کرده است، در حال میگوید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت قسم به عظمتی آن پروردگاری که هاجر آفرید، 100 جان هاجر و 100 جان اسماعیل فدای پروردگارم باد. اگر خداوند امر کرده باشد، گفت هاجرم تیار است، فرزند او اسماعیلم در راه پروردگار قربانی می شود. چگونه یک مادرهای خدا ترسی بودند. امروز بعضی خواهرای ما و شما سطر میکنند، مادرهاشون صد راه می شود. بعضی جوانهای ما نمازخوان می شوند، پدرهاشون صد راه می شود. و این گونه مادر نبودند، این گونه پدر نبودند. مادرها امروز راضی هستند که دخترهاشون زنا کنند، راضی هستند که از خانه بی سطر بیرون شوند،
راضی هستند در هر یک توی رقص و بازی کنند، لیکن دخترشان سطر نداشته باشد، دخترشان نمازخوان نباشد. گو صد جان هاجر و اسماعیل فدای پروردگارم باد، اگر با شرطی که خدا امر کرده باشد. ابلیس دید که هاجر مفتون او نمی شود، از اون ناامید شد، نزد ابراهیم آمد. ابراهیم گفت، خودشان میگد به صورت یک پیر مرد در آورد، همین چهره زیبای اسماعیل گفت به خاک و خون آغشته میکنی، این مثل چراغ روشن است گفت خاموشش میکنی، این مثل یک نونهال از پژمردش میکنی. میگد ابراهیم دانست که این شیطان است، در حال شناخت. گفته شیطان گفت مرا وسواس نکن، وسواسی تو در پیغمبرها تأثیر نمی بخشد. و ابراهیم گفت این خوابی که تو دیدی خواب شیطانی است، نخواد که خدای تو گو امر کند پدر به کشتن فرزندش، نخواد که خدای تو امر کند برای ریختن خون ناحق، این خواب تو خواب شیطانی است. گفت ای شیطان گفت وقتی مرا در آتش می پرتاف نمرود که اون زمان یک لحظه یا لحظه دیگر گو من در آتش می افتیدم، این زمانی که از ملائکه های مقرب درگاه الهی جبرائیل پایان شد و مرا گفت حاجت بر من داری، خدمت بالای من داری. من گفتم ای جبرائیل من خدمت دارم لکن به تو ندارم، به آن ذاتی که این آزمایش برای من آماده کرده است، به آن ذاتی که این آتش برای من افروخته است، من فقط خدمت از همون پروردگار دارم. شیطان گفت سخن جبرائیل در او حالت در من تأثیر نکرد، در این حالت سخن تو در من تأثیر میکنه. قسم گفت بر پروردگار ابراهیم اگر از مشرق تا به مغرب فرزندهای اگر حضرت ابراهیم باشد و خدای من امر کند که اینها را یکایک قربانی کن، قسم به عظمتش گفت همشه قربانی میکنم تا که پروردگاری من از من راضی شود. و حضرت میگوید تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در کمان لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم انداخت و به سوی شیطان حواله کرد. شیطان از این هم ناامید شد، آمد نزد اسماعیل که اگرچه خردسال بود و با بازی ها مشغول بود. اسماعیل گفت میدانی این بابا تو را کجا میبرد؟ گفت کجا میبرد؟ نمیدانی؟ گفت میدانم خانه دوستش میبرد. گفت نه. گفت تو را مینا میبرد، قربانگاه میبرد، تو را قربانی میکند. گفت چگونه پدر گفت فرزندش را قربانی میکرده باشد؟ گریز گفت از نزد این پدرت گریز گفت، الحال وای بند دارد، کار دارد، برای تو گرفته است. اسماعیل چی جواب گفت؟ بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، کی فرموده است بابا را بکشتن؟ کی امر کرد این ابراهیم بابای مرا، پدری مرا، کی امر کرد که اسماعیل قربانی کن؟ پدر کی راضی باشد بر شمال وزد در باغ او در نونحال؟ کدام پدر راضی می شود که شمال در نونحال او وزد؟ کنی همون خیل پدر کی فرموده است بابا را در بیابان برای کردن فرزند قربان؟ کی فرمان داد؟ بگفت ابلیس کی شد فرمان معبود، بکن قربان ولد، بکن قربان ولد از برای ما زود. ابلیس گفت معبود گفت پروردگار امر کرد.
بگفت اسماعیل اندر راه سبحان. چی کلمات گفت؟ بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، دهم 100 جان نمی ترسم ز یک جان. اگر با شرطی که امر پروردگار باشد، به عظمتی پروردگار قسم که من از 100 جان داشته باشم نمی ترسم، من در راه پروردگارم قربانی میکنم. چه جوابهای عجیبه، چه از طرف ابراهیم، چه از طرف اسماعیل، چه از طرف هاجر. چه جوابهای به شیطان آمد که شیطان تماما ناامید شد. افسوس که این گونه جوابها امروز به شیطان از جانب ما و شما نمی شود. زنها چه خدمتها، زنهای دوره پیغمبری خدا چه خدمتها کردند. در قصه ها می آید که چگونه محبتی بر محمد داشتند صلی الله علیه و سلم. وقتی در جنگ احد که خیلی جنگ مشکل ترین برای رسول اکرم بود، که 70 صحابه پیغمبر در این جنگ شهید شد، از آن جمله حضرت امیر حمزه سردار شهدا. دشمنان اسلام اعلان کردند در میدان جنگ، اعلان دروغ کردند، محمد کشته شد. آمدند در مدینه برای روحیه مسلمان ها شکستند، محمد کشته شد. تمام زنهای مدینه بر آن نقطه جنگ میگه دویده رفتند. وقتی در راه میگه یک جوان یک دختر دید، گفت حال محمد چگونه است؟ این جوان میگه این دختر را شناخت، گویا خواهر عزیز، گفت در این جنگ گفت پدری تو کشته شد. این دختر گفت من از تو از محمد میپرسم، محمد چگونه است؟ خواهر عزیز گفت برادر در این جنگ کشته شد. میگوید کمی این زن میگوید یک غم، یک مصیبت فرا گرفت. گفت من از تو از همبستگانم نمیپرسم، من از نزدیکانم از تو نمیپرسم، من از تو میپرسم محمد حالش چگونه است؟ گفت ای خواهر عزیز شوهرتم کشته شد. این زن میگوید وقتی که شنید پدر مرد، قربانی شد در این جنگ، برادر قربانی شد، شوهر قربانی شد، در این 3 حالت میگوید روح افتاده نشد. گفت حال محمد چگونه است؟ گفتن حبیب خدا سلامت است. گفت الحمدلله که این قربانی هایی که از اولاد ما شد است گفت بیهوده نرفتن. چگونه یک جواب های خوبه از زنها و از مسلمان های اون زمان شنیده میشد. وقتی از اسماعیل هم که ناامید شد، چی گفت؟ گفت به سوی پدرش گفت بابا، گفت ابراهیم، کدام پیری هست که برای من صحبت دارد مرا میگوید از پیش پدرت گریز؟ ابراهیم میگوید گفت اسماعیل گفت این سگ سیاه، این شیطان است، این لعنت کرده شده از درگاه الهی هست، او را سنگ بزن. که امروز حاجی ها همان سنگی که میزنن این هم یکی از سنت های حضرت اسماعیل است که اونجا میگوید شیطان سنگ زد. وقتی که از اینها میگوید همه محروم که شد، دوام آیت ما و شما میخونیم فلما بلغ معه سعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم میگوید وقتی که این اسماعیل میگوید به قربانگاه که آورد، همان جایی که باید که اسماعیل قربانی کند، و سوی اسماعیل گشت و گفت یا بنی، ای فرزند من، اینی ارى فی المنام انی اذبحک، من 3 شب پی هم خواب دیدم و امر پروردگارم هست که تو را در اینجا قربانی کنم. وقتی اسماعیل که از حقیقت حال که درکدار شد، تا این زمان حضرت اسماعیل درک نداشت،
وقتی این خبری پدرش که شنید چی جواب عجیبی گفت که حتی مورخان میگویند که اگر هر یک ملائکه بالای گردن خود اگر یک گوسفند را بالای زمین بیارند و همه اینها را اگر قربانی کنند با یک کلمه که اسماعیل گفت برابر نمی شود. چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم گفت پروردگار امر کرد که مرا قربانی کن. گفت برای پروردگارم امر کرد که تو را قربانی کنم. گفت پدر گفت در این امر پروردگار با سرعت باش، افعل، انجام ده. گفت این قربانی را ستجدون ان شاء الله من الصابرین، مرا چنان فرزند میابی که در این فرمان پروردگار صبر کننده هستم. انجام ده. گفت بعضی مفسران میگن برای چی حضرت اسماعیل پرسید؟ برای چی پرسید که ای اسماعیل من امر به قربانی تو شدم؟ میگه تا که ابراهیم فهمد که همون دعای کرده بود رب هب لی من الصالحین، پروردگارا مرا فرزند سالم و صالح ده. آیا همین فرزند همون فرزند باشد یا نه؟ که الحمدلله که همون فرزند بوده است. حضرت میگوید از دستمال خود کارد برآورد، بند را برآورد. حضرت اسماعیل مثل گوسفند در زمین خوابانید. وقتی خواست به قربانی آغاز کند از اسماعیل پرسید فرزند من، گفت یگان وصیت داری؟ گفت پدرجان گفت 3 وصیت دارم. گفت جان من، گفت خبر ده چی وصیت ها داری؟ گفت یکم وصیت من همین است که الحال گفت وقتی به قربانی شروع میکنی دست و پای مرا مستحکم ببند. حضرت ابراهیم تعجب کرد. گفت آیا گفت در راه پروردگار جزع و فزع میکنی، داد و فریاد میزنی، ناراضگی خودت را بیان میکنی؟ گفت نه. گفت ابراهیم گفت این 2 معنی دارد. یکم این که وقتی کارد در این بدن ضعیف من میرسد، این بدن نازک من به اختیار دست میزند، پا میزند، شاید که این دست زدن من، پا زدن من علامتی بی صبری مرا در نزد پروردگار نشان دهد و خداوند مرا از دفتر صابران خط زند. و دوم معنیش این است که وقتی اگر من پا میزنم، دست میزنم، احترام شما پدر بزرگوار واجب است، شاید که از بدن من خون پرد و لباسهای تو را همه را خونالود کند. حضرت ابراهیم گریان شدند، قبول کردن وصیت اول فرزندشان. دوم وصیت چی داری؟ گفت جان من. گفت دوم وصیت همین است که وقتی که مرا ذبح میکنیم چهره مرا گفت به سوی خاک بمان. گفت آیا گفت راضی نیستی؟ گفت راضی هستم. اینم گفت ای ابراهیم 2 معنا دارد. یکم این که چهره من وقتی که در خون و خاک آغشته می شود، این خاک هایی که در پیشانی من می رسد اینها در نزد پروردگار قدر دارد، قیمت دارد. بنده ای که در خاک اگر آغشته باشد این گونه بنده ها را پروردگار دوست می دارد. از این خاطر دوست می دارم که در این حالت شاید که رحم پروردگار آید و برای من رحمت فرستد. و دوم این که وقتی تو کارد میرانی و این چهره زیبای مرا وقتی تو میبینی
شاید که یک شفقت و محبت پدری تو در حرکت آید و این کارد از دستی تو افتد و در این امر پروردگار تأخیر به وجود آید و تو در نزد پروردگارت گناهکار شوی. حضرت ابراهیم از این سخنهای فرزند میگه دلش ریش میشد. سوم گفت چی وصیت داری؟ سوم وصیتم همین از پدر، وقتی خانه می روی مادرم هاجر وقتی تو را تنها می بیند شاید از من پرسان کند، شاید پرسد که اسماعیل کجاست. اگر تو گویی که اسماعیل قربانی کردم شاید وی داد زند، فریاد زند. تو وی را درست نگو، وی را از داد و واویلا من نکن، زیرا ابراهیم جدایی از فرزند خیلی کار مشکل است. فقط او را خاموش کن، فقط او را از نام من سلام بگو و بگو که هر بهاری که اگر یک گلی نو از زمین برآمدگی را که دید اسماعیل یادش بیاید و در حق اسماعیل دعا کند. این قدر گو وصیت من بهر تو دارم. فلما اسلم و تله للجبین، این زمان میگوید حضرت اسماعیل خوابانی در زمین. این یک باور که اینا یک حکمت هستند، در راه پروردگار تیار هستند چی جان خودشان نثار کنند، چی جان فرزندشان نثار کنند. خدا میگه فلما اسلم و تله للجبین، وقتی وی خوابانید و جبین او را در خاک وقتی که انداخت و کارد میگوید در گردن اسماعیل ماند. کارد برابری ماندن میگوید معرخا میگوید خداوند پرده آسمان را بیراه کرد، تمام ملائک این حادثه را میدید، فیغان کشیدن، داد گفتند، پروردگار را گفتند نخواه بگذاری که پیغمبر را ذبح کند. همه میگوید به سوی پروردگارشان دعا کردند. لیکن اینجا حکمت دیگر بود که خداوند تا که خلیل بودن ابراهیم برای همه مردم آگاه کند که ابراهیم خلیل است، ابراهیم تیار است که چی جان خودش چی جان تمام فرزنداش در راه پروردگارش نثار کند. وقتی کارد میگه در گردن اسماعیل ماند، وقتی کارد که میکشید کارد نمیبرید. شفقت و مهر و محبت پدری البته جوش زد. ما و شما اگر یک کارد کنده در گردن یک حیوان هم گذاریم، وقتی نبرد یک رحم در وجود ما پیدا می شود که این حیوان عذاب کشیده ایستاده است. وقتی این کارد گذاشت میگوید تو گردن اسماعیل که نمیبرید، حضرت ابراهیم میگه غضبناک شد و میگه برداشت کارد و در بالا یک سنگ زد، سنگ دونیس شد، گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم. حیران میشم در تو، گفت سنگ پاره میکنی گوشتی تیار نمیبری. میگه این کارچه میگه با یک صدای با یک قدرت الهی به زبان آمد، گفته ابراهیم وقتی تو را در آتش نمرود پرتافتن چرا آتش تو را نسوزاند؟ گفت آخه اون زمان خداوند امر کرد یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، این ابراهیم وقتی در درون تو می افتد، ابراهیم مرا سلامت نگه بدار و خنک نگه بدار. آخر گفت الحال تو یک بار امر کردی بر من، امروز پروردگار 70 بار شد که میگوید که گردن اسماعیل نبر. چگونه امر پروردگار ما تأخیر کنم؟ چگونه امر پروردگار ما نگیرم؟ این زمان چی شد بعد؟ و ندیناه ای ابراهیم، صدای شد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین. گفت کارد از گردن اسماعیل دور کن، کارد از گردن اسماعیل دور کن که تو خواب تا به حقیقت برآوردی. این خواب تو خواب حقانی بود، خواب رحمانی بود. تو تصدیق کردی، خواب تا تصدیق کردی، تو خلیلی تا در بین همه جهانیان نشان دادی. این زمان حضرت جبرائیل میگه در دستش یک کفش، یک پشقار که بعضی مفسران میگن قریب 40 سال بود که این در باغهای جنت میچرید. اینا میگه کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم آورد. وقتی میگه حضرت جبرائیل که این حالت که دید چی گفت؟
الله اکبر الله اکبر. لا حضرت ابراهیم دوام داد لا اله الا الله والله اکبر. حضرت اسماعیل والله اکبر ولله الحمد. این کلمات ها از زبان حضرت جبرائیل، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل میگه صادر شد. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. کسی اگر این کلمات در روز عید به سوی عیدگاه آمدن اگر تلفظ میکند، ثواب این سه پیغمبر را، این ملائکه مقرب را خدا در نامه اعمالش کتابت میکند. انا از همان روز اعتبارا برای تمام مردم مسلمانی که دولت دارن، مال دارن، قربانی کردن واجب شد. اگر کدام شما دولتدار باشید، کدام شما اگر مالدار باشید، کدام شما اگرچه مال $1000 هم نداشته باشید، از او کمی هم که داشته باشید، یک میانه داشته باشید، از ثواب قربانی خودتان دور نکنید. قربانی کنید. انشاءالله پیغمبر خدا حدیث های فراوان دارد که هر کسی که در دنیا قربانی میکند، این قربانی برای او در روز قیامت چیزی سواره می شود. در هر یک موی همون گوسفند قربانیتان خداوند در نامه اعمالتان ثواب می نویسد. موی قربانی را عددش هیچ کس نمی داند. اون شاید از میلیاردم دانه موی او زیاد باشد، خدا با عدد هر یک موی او در نامه اعمال شما خداوند ثواب می نویسد. لیکن کسانی که ندارند، کسانی که نادار هستند، شما به قربانی دست نزنید، بلکه شما در همون خانه هایی که دولتدارها، مالدارها قربانی کردند، رفته از قربانی آنها خورید و شفا هست در حق ایشان دعا.